همکار چی کار کردی؟ آن رمز را پیدا کردی؟ نه از کجا هیچ چیز را پیدا نکردم. همکار تو مفتیات هم رفتم، در زیر کلمه مؤذن چیزی نیست. از کجا میابی ما این جنگاور را؟ نمیدونم آخر در این حادثه چرا جنگاور آمده زینب را نجات داد نفهمیدم. ها؟ جوابش نیست. در عقلم تنها یک فکر است، این جنگاور از نزدیکانمان است، یعنی نفر نزدیکمان است. سلام علیکم. سنم رو با بازار بردم، گفتم تا اومدنی شما رو یک بینم. سلام علیکم هجری. بفرما بیاشین. همونجا خالیه؟ بیا بشین. هوا خوب کرده است ماشاءالله. انیق میدانم جنگاور آدم نزدیکی ما است. جنگاور را باید زود پیدا کنم، وظیفه آخرانم است و فکرم زبید راست میگوید. نفری هست که باید او را شناسیم، ولی کی باشد؟ یا خدایا چی گپ شده باشد؟ یا هر دو این درباره جنگاور فکر دارند؟ اگر جنگاور را یابم کی بودنی کلتکیلش را میفهمم، ولی اول باید جنگاور را یابم. کی باشد؟ مؤذن. کی باشد این مؤذن؟ اوه وقت خیلی تیز گذشت. کنی بینم سنم کجا شد؟ چیکار کرد تنها؟ روزتون بخیر. خیر. چی علاقه دارد؟ اکه کنم خاکی تگی توفلیات شام نکامی کره. اکا سیرم دیوانه تو رو بپروند. دیوانگیش قپیده اکه کنانه. انیق سیرم هر سیم رو میپروند. رها کنید اگر کشد کشتن گیرد. بچه ها چرا این کنانی دیوانه با دسته ای کلا آمدن؟ اکه جوهر اینم کنانی دیوانه سیرم دیوانه را سوالی محبت کردنی های ما رو میپرونه به فکرمون دیوانه دیگریش. انیق سیرم ما رو میپرونه که وای شنیدی آخیرا کنانی دیوانه با سیرم دیوانه عشقش را اعلان نکردن. این خیلی نشود نکرد. درست میگویی اکا سیرم دیوانه کنان رو زنده نمیگذارد. رحمت اکه ایرش خیرت گفتی ما نمیدونستیم. یه بدبخت ما میره گفتستیم. باساس کشتنی باشد کشد. بگذار مرگم از دستی دوست داشتم باشد برادران. مایش بجاشیدم. آخر برو انیق میکشد بچه ها او رو بال داره. سیرمی دیوانه او رو میکشد. آخر چهار طرفش قبله کارش نداریم ما. آخر بچه ها شما مرا نمیشونید مگر رمید میگویم او رو نجاتیت میگویم از پسش رمید راست بگی بدبخت هم میکشه کنان تو هم را بیزارم. اکا جوهر تو هم بیا. نه من نمیرم شما رو بید من نمیدید. او رو ببین چی میگوید ها. آی جیری جان من تو رو به دستی آن میمون نمیسپرم اصلا. سیرمی من چی شد کنانی دیوانه؟ سری پاورو خورده اگر کشتن خواهی بکش من در اختیار تو. چی گفته ایستاده‌ای؟ باز سرت ویران شد؟ نه دلم حیف شد میکشد او را. دامولای جنازه خانه حاضر خبر کنیم یا بدتر چیکار کنیم؟ بعدا حیف شد آدم خوب بود اکه کنون آخر. خدا رحمت کنه اکه مارا نکی بدبخت انیق دوزخ میره. سیرم تو را اولین بار وقتی دیدم مجنون نبودم، مجنونم کردی. از شهر خودم بیرونم کردی. کنعان دیوانه جمع سیرم برابر لاوه. یا گپت میگم چه خیلی که مطره دوست میدارم خیرس اصلا اوقا دوست نمیداره. اکه کنان پرچه شعری خوبی رو گفته ایستاده است. نیک میمره. جورا جو نمیدونی مگر چیره؟ شاعری مردگی رو شعرش پرقیمت‌تر میشده است. بهار آمد گلی سوسن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد. چیا گفته ایستاده زود بگو کارم زیاد است. تو سیرمی دیوانه من کنعان دیوانه یک جا شوند دو دیوانه. چی گفتن میخواهی؟ میگویم که تو را دوست میدارم، تو را دوست میدارم. اگر خواهی مرا پران. سمیرو تو اسکنه ترسی بو. خدا رحمتش کند.
اوه راحت شدم. اکنون مرا پران. چرا میپروندم تو رو؟ ارزشی تیری سلاحم رو نداری. مرا دوست می‌داشته است. این دیوانه رو ببین. مگر من به گپ یک آدمی دیوانه آدم میپرونم؟ تو رو بهوده کنونی دیوانه نمیگفتم. مرا دوست می‌داشته است. دیوانه محله. دوستت میدارم آخر. ایواشه این بدبخت چختکی مرده کو روز سودگه یا نپروندش؟ آخر سایرمی دیوانه چرا اکای کانون رو نپروند؟ اکای کانون؟ ها این سایرمی دیوانه چرا حاضر مرا نپروند؟ آکا ما هم حیران شدیم، ما هم نفهمیدیم این رو. نفهمیده؟ هر دوستم گویا نفهمیده یا؟ چرا نفهمیده ده؟ معبدی اومون چهرت گرمی کرده نپرونده کرد. گرم بود است؟ بله گرم بوده است. چهرت در نظر سایرم گرم بوده است. نکی آدم خنکی لیلی را به چشم مجنون نگاه کن میگن. تو درست میگویی. این کار چه خیل میشود ها؟ طرف کنعان سایرم دیوانه سیگنال داد. سیگنال؟ چه خیل سیگنال؟ مقصدش همینه که برای پدر و مادرش خواستگاریش کنه یکه. مگر این کام دارد؟ سایرم و کنعان دیوانه اگر با هم رسند در این جهان نه زنده وطن یابد و نه مرده کفن. مبارک شود بعد 9 ماه قطارک شود. این خیل باشد ما هم رفته سایرم دیوانه رو خواستگاری میکنیم. این بگو با خواستگاری میرویم. هجری رو هم با خود میگیریم. اکا اول برای تورات کن 2 رکعت نماز بخوان با هم دخترت کز نکنه. خب این خیل باشد من رفته نماز میخوانم. خدا نمازات قبول کنه بدبخت. با نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت با رحم. محترم جماعت، امروز درباره مباهله بین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و نصرانی های نجران را برای شما نقل میکنم. مباهله یعنی دعوت به نفرین و لعنت کردن بین رسول اکرم و نصارای نجران. نجران یکی از شهرهای حجاز است که در مرز یمن قرار گرفته است. سال 10 هجری بود که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلام آن منطقه را به دین اسلام دعوت کرد. تعداد از آنها دین اسلام را قبول کردند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام به روحانیان بزرگ نصرانی های نجران نامه نوشت و آنها را نیز به دین اسلام دعوت کرد. 60 نفر از عالمترین منطقه نجران که 3 تا از پیشوایانشان هم بودند به مانند ابو حارث عبدالمسیح به نزد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام آمدند. پیامبر خاتم آنها را دعوت کرد تا به پروردگار عالمیان ایمان آورند. آنها به پیامبر گفتند منظور از ایمان آوردن اگر ایمان به پروردگار عالم باشد پس ما به آن پروردگار ایمان داریم. همین خیل بحث علمی بین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام و روحانیان نصرانی نجران یک مقدار طولانی شد. قضیه پرستیدن حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیش آمد و خلاصه در مباحثه که بین پیامبر خاتم و روحانیان نصارا بود، مسیحیان نجران
дар баробари мантиқи ваҳй роҳи муҷодаларо дар пеш гирифтанд ва пешниҳоди мубоҳила доданд. яъне аввал мунозира шуд, баҳсҳои илмӣ қарор гирифт байнашон, набии акрам далелҳои худро ва насорои наҷрон низ далелҳои худро бозгӯ карданд. масеҳиёни наҷрон дар баробари далелҳои расули акрам оҷиз монданд, диданд аз назари илмӣ ҳеҷ роҳе надоранд ва пешниҳоди мубоҳиларо доданд. муҳтарам ҷамоат, он замонҳо байни ду гурӯҳе ки ба як хулоса намеомаданд пешниҳоди мубоҳила мешуд. яъне чӣ хел? тарафдорони ду дин рӯбарӯи ҳам меистоданд ва ҳар ду ҷониб даст ба дуо бардошта нисбати ҳамдигар дуои нафрину лаън мекарданд. мисол, аз як тараф масеҳиён дуо мекарданд ки худоё ин қавме ки даъвои мусалмонӣ ба дини ислом доранд нобуд бигардон, ва мусалмонҳо бошанд баръакси гуфтаи онҳо дуо мекарданд. дуои касеро ки худо мустаҷоб мегардонд ҳамон гурӯҳ барҳақ буд, ва дуои касе ки мустаҷоб намегардид он гурӯҳ ба ноҳақ буд. хуллас масеҳиёни наҷрон ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пешниҳоди мубоҳила карданд. ҳамон лаҳза буд ки пайки илоҳӣ ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом нозил шуд ва ояти шарифаи 61 сураи Оли Имронро ба паёмбар расонид. он оятро барои шумо мехонам. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. пас ҳар ки баъд аз он чи ба ту аз дониш омад дар боби Исо бо ту муҷодала кунад, бигӯ: биёед то фарзандони худро ва фарзандони шуморо ва занони худро ва занони шуморо ва нафсу ҷони худро ва нафсу ҷони шуморо бихонем, сипас ҳама ба зорӣ дуо кунем ва лаънати худоро бар дурӯғгӯён бигардонем. ҳамин тавр маконеро барои мубоҳила интихоб карданд. ин воқеа рӯзи 24 моҳи зулҳиҷа дар соли 10 ҳиҷрии қамарӣ иттифоқ уфтод. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам тибқи фармудаи Аллоҳ таоло дар ояти 61 сураи Оли Имрон амал кард. ба ҷои фарзандон ҳазрати Ҳасан ва Ҳусейн, сарвари ҷавонони аҳли биҳишт, ба ҷои занон ҳазрати Фотимаи Заҳро, сарвари занони аҳли биҳишт, ва ба ҷои нафсу ҷон ҳазрати Алиро интихоб кард ва ба майдони мубоҳила рафтанд. насрониҳои наҷрон гумон мекарданд ки ҳозир ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам сипоҳи худро гирифта ба майдони мубоҳила меояд. аммо диданд ки ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҳазрати Ҳусейнро дар оғӯш дорад, дасти ҳазрати Ҳасан дар дасти муборакашон ва ҳамроҳи ҳазрати Фотима ва ҳазрати Алӣ дуруди худо бар онҳо бод танҳо ҳозир шуданд ва дар макони нишаста даст ба дуо бардоштанд. паёмбар ба ҳазрати Аливу Фотима ва Ҳасану Ҳусейн фармуд: ман дуо мекунам ва шумо омин бигӯед. масеҳиён ҳангоме ки ин саҳнаро мушоҳида карданд сахт ба ваҳшат афтоданд ва аз ин ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам азизтарин ва наздиктарин касони худро ба майдони мубоҳила оварда буданд, дарёфтанд ки нисбат ба иддаои худ имон ва боварии комил дорад, зеро дар ғайри ин сурат азизони худро дар марзи хатари осмонӣ ва илоҳӣ қарор намедоданд. яке аз роҳбарони масеҳиёни наҷрон гуфт: ман чеҳраҳоеро мебинам. агар мубоҳила шавад ва инҳо даст ба дуо бардоранд, на танҳо мо нобуд мешавем, балки насрониҳо то қиёмат наслаш аз кураи замин решакан мешаванд. ҳамин тавр насрониҳо аз мубоҳила худдорӣ карданд ва ба паёмбар гуфтанд ки дуо накунанд. ҳақиқат ва далелҳои ошкори расули акрамро медиданду мешуниданд, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда дини исломро қабул накарданд. ҳар касро ки худо ҳидоят кунад наҷот меёбад дар ҳарду олам, ва ҳар касро ки дар гумроҳиаш боқӣ гузорад ӯ наҷотдиҳандае надорад. салом э ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ки бо дастури худои таоло ва оромиши комил наздиктарин ва азизтарин шахсони худро барои исботи ҳақиқати ислом
дар баробари дурӯғгӯён ва такзибкунандагони дини ислом ба мубоҳила бо масеҳиён бурдӣ. салом эй бартарини занони аҳли олам ва сарвари занони биҳишт, ҳазрати фотимаи заҳро ки худо ягона туро аз байни тамоми занони олам ва ҳамсарони паёнбар дар ин мубоҳила интихоб кард. салом бар ҳазрати алӣ ки ӯро дар мубоҳила худо ба ҷои нафсу ҷони паёнбари хотам интихоб кард. салом бар гулҳои паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам ва сардори ҷавонони аҳли биҳишт ҳазрати ҳасан ва ҳусейн ки дар мубоҳила бо масеҳиён худо шуморо ба унвони фарзандони ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам интихоб кард. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام کنون. جناب سعدی، این بگا برای یک کاری خیر به خانه شما می آید. برای کاری خیر؟ کاری خیر. بسیار هم کاری خیر. هجری هم می آید. برای سیرمی دیوانه؟ بله، سیرمی دیوانه. بیاین انتظارتون میشیم. بیاین. راضی شد. گوش کن، اینها کایها باز راضی بودن کو؟ اوهو آخر دیوانه است. دیوانه. آسیا، ای بگو با خواستگاری سیرم دیوانه بیاید؟ سیرم برای کیس خواستگاری میکنن؟ برای هجری. چی؟ راست میگوی؟ راست میگو مخی. نه باور نمیکنم. این خیلی با مخشتامانی گنده گرفتم فایده کرد. بگو خیر بیاید زود به خونه میرویم. برای هجری قهوه تیار میکنیم. مادر ایست و خیر ایست. اول بیاید با اکم صحبت کنیم. بپرسیم راست است که در حقیقت برای خواستگاری سیرم می آید یا نمی آید؟ ای بنفشه یک گپای بیمعنی میزنی کی؟ او بهانه را در سرش میزنه. ای رفتیم که عصبی شدم. دخترم تو چه خیلی دانشجو هستی؟ یک گپای بیمعنی میگویی که آدم حیران میشود. ای رفتیم. همیشه همین خیل است. این کار خیلی خوب شود انشاءالله. салом алейкум акайканон, шумо маро даъват кардед? ва алейкум ассалом ҳиҷрӣ. вай бегон нияти як кори хайр дорем. бояд ки ту ҳам биёӣ. чӣ гап аст? ба хайр аст иншоалло. ба хонаи шумо барои хозгории сайрами девона меравем. акайканон, ман бо сайрам хонадор намешавам, бо санам мешавам. чаро ҳеҷ кас гапи маро намефаҳмад? охир чаро шумо маро намефаҳмед? охир ҳиҷрӣ, барои ту не, барои ман хозгорӣ мекунем. тамом акайканон, барои ман намекунед, барои худ. чӣ? вале аввал бояд каме омодагӣ бинем. медонӣ ку ширинӣ мегирем, гул мегирем, яъне дасти холӣ рафта намешавад. خیر بریم. رفتیم. خیر مایلش بگاوا میخوریم. رفتیم. ҳамкор ту барвақт суз шудӣ. бо ҳамин зайнаба чӣ ба ғам метӣ? чикор кунам? ӯро маҷбур мекунам агар? боварат кардам. хайр ҳаёти духтарро наҷот додам. ба ман миннатдорӣ мекунад. ту чаро инҷо ҳастӣ? ҳа? ту чӣ мехоҳӣ? магар хоним зайнабро инҷо бо ту танҳо мегузорам? шағол. пас ӯро гирифта бубар ҳамкор. гирифта мебарам бародар. бо хоним зайнаб суҳбат кардам. ба хона меравем. бинам дар хонаи тангите дилгир шидам. дар дивани қоғат хов кардам, тоҷра миёнам дар мекунад. оҳо, бигӯ дар хонаам танҳо мемонам дигар? ту ҳам рафта барои худат дигар хизматгор меёбӣ. ман мекушоям. شام بخیر. شام بخیر. کمیسر مراد در خانه نیست؟ من همسایش هستم. تورت پخته آوردم. یک لحظه. شما زنی که امروز کمیسر مراد نجاتش داد نیستید؟ بله منم. خب بیا بدرو خانه.
نه من در این وقت شب شما رو ناراحت نمیکنم. ای بخدا دل دور نرو با دل شد بدرو. خب مایلش. مهمان قبول میکنید؟ بدرو. خانم عالم شام بخیر. شام بخیر. چه سورپرایزی زیبا. ناراحت کردم، معذرت میخوام. تورت پختم، خواستم به شما بیارم. این خیلی میشود مگر؟ استغفرالله، زحمت کشیدید. چه خیلی زحمت جنابی مراد. در مقابل خوبیه که شما به من کردید این چی هست؟ بفرمایید لطفاً. با ذوق بلند. بخشید خانم، من امروز شما رو با فکرم در کافه دیده بودم. بله، زینب هستم. از شناسایی خیلی شدم. من اولم، همسایه نوی جنابی مراد هستم. ما هم خوراک بخوردیم. مرحمت شینید یک جا بخوریم. نه من شما رو ناراحت نمیکنم. نه این خیلی میشود مگر؟ استغفرالله. بفرمایید لطفاً. خواهش میکنم. خب مایلش. اشتیتم. من گپی شما رو نشکستم، نشستم ولی گرسنه نیستم. این از شما بود به فکرم. عالم من زبای نام دارم. از شناسایی شدم. خانم عالم شما در همین محله سالن کراستی دارید؟ بله. فقط روی زنها را شپکلوفکه میکنید؟ نه یعنی مردها می آیند. این مردکارا نی؟ پس ما هم می رویم. تا برم من بیامیم خوشرویم. البته بیایید جنابی مراد، منتظر میشیم. گرچنده اومدنتون شرط نیست. خودتون رو بسیار خوب نگاه بین میکنید. تشکر میکنم. یعنی تا قدر امکان خود را نگاه میکنیم، سر و روی خودمان را برای خودمان. جنابی زبید، پگاه بگاهی زاد روزی سنم است. مرا همراهی میکنید؟ البته میریم. همقدر تورت میفورکی من در تورتخوری خون ندارم. با جان و دل. زادروز از کجا پیدا شد؟ چرا من خبر ندارم؟ تو نیا، اینجا بیمان. طبع مردم رو خیره میکنی. نه من هم میروم. یا شینوار نیست. زادروز بدبخت در همه جا بنی تمی خلونی ها. میروم همکار. من هم میروم همکار. خای خانم عالم، با زادروز رفتن رو دوست میدارید؟ بسیار دوست میدارم. شد، این خیلی باشد یک جا میرویم. مایلش. خوب مایلش. مرحمت جناب. رحمت دخترم. مرحمت. تشکر عشقم. مرحمت هجری جان. جنابان، سبب زیارت ما با اینجا این دو جوان یکدیگر را دیدند، شناختند، دوست داشتند. گرچنده از ما نمیپرسند ولی ما همچون بزرگ این کار خیر را باید که بجا آریم. با امر خدا و گفته پیغمبر دخترمان سیرم را با پسرمان کنان خواستگار هستیم. چی؟ انا همه خیر. جناب عزمی، تو کی را برای کی خواستگاری میکنی؟ میپرانم تو را. چه گفته مخیر؟ با امر خدا و گفته پیغمبر گفته. سیرم نفرمونی. سیرم نفرمونی. نکن سلاح را بگیر قنان.
دخترم یک لکمان رفت. آه شوکتی لعنتی، گپی تو را گرفته به اینجا آمدیم. این حالمان رو ببین، بچه گرفتار شدیم. خدا لعنت کنه تو را. جناب عظمی، حاضر مرا برای هجری خواستگاری میکنی، وگرنه میپرونم تو رو. تمام شد. تمام عوض میکنم. تمام. دخترمان سایرم را به پسرمان. خاموش. نه لازمی نگوی. برای هجری نه، برای من خواستگاری نمیکنم. یه دملای خدا میزنه تو. نه نمیشود یزدان، هجری را برای من خواستگاری میکنم. نه برای من خواستگاری میکنی. برای تمام میکنی. برای من کافیست آخیره. کافیست. خواستگاری نمیکند. هیچ کس شما را خواستگاری نمیکند و جز من هیچ یکی شما عقل ندارید. دیوانه هستید شما، دیوانه. رفتن تبابت کنید. چرا برای به این کارها؟ هجری را برای من خواستگاری میکنی. هجری دیوانه ای بسیار خانه ما آوردسته. همه ای کارا را تشکیل کردگی. من هیچ کار نکردم. دیوانه هستن اینها. چی هستن؟ ایستا، هجری را برای من خواستگاری میکنی. نه آخیر برای من خواستگاری میکنی. ایستا نگوره. ایستا. تا جایی که من فهمیدم سایرم و کنان دیوانه یک جای شده، این دیوانه دیگری را میپرونن. همه خیل میشوند. یا خدای توبه، جورمو با چی خیل محل افتیدیم آخیرا؟ نمیدانم هم، ولی جورت در اینجا بسیار ایستادن در کار نیست. اگه هر چیز زودتر ای بر پدر ناله قطع جنگ رفتن نمیشه. کشیره او دیوانه را بگیره که دملو علیمی را میپرونه. نه بچه چی گپ شده است؟ کمی سرز باید رفته پیشی او را بگی که اوتا تا میپرونن. اوتای مرا کی میپرونن؟ یک نصف بدم آخی؟ مراد دویدی. رفتیم همکار، دویدیم. اینجا چی خیلی محله خطرناک بوده است. شکر که کمیسر مراد هست. همین خیلی نه خانم زینب. هیچ نپرس. زینب دخترم، ها؟ چرا شوهرت را تنها گذاشته به خانه برگشتی؟ عزمی جان، چه خیلی شوهر؟ زینب تو خانه دار شدی ها؟ چه خیلی خانه داری؟ سلحیه تو بیعقل هستی چی هستی؟ پدرم کمیسر مراد رو میگوید. جناب عظمی لطفاً، من با هیچ کس خانه دار نیستم آخیر. تو میگی خانه دار نیستی؟ چرا 2 هفته در خانه ما ایستادی؟ ای عظمی دیوانه، منم قطعی میو بودم دل دور نروه. تو خاموش باش، بیادب. آخر در خانه مردی آیدار کی میسته؟ اوف، دیوانه میشم آخر. کافیست. خودش چی گپ است؟ کافیست، من هم طاقت نمیکنم. زینب جان، من خوبترش بر وقت رفته کافه رو کشویم. شو جانم، من هم کمی پس میایم. حالا هم نفهمیدی؟ چرا خانه شوهرت را ترک کرده به خانه پدرت برگشتی؟ ملیس، با کجا می روی؟ با تو چی؟ تنها با کجا می روی پرسیدم. دلم را می شکنی تو. با کافه می روم جانم. راحت شدی؟ با تو تا قهوه خونه بیروم؟ چرا؟ من خودم مگر رفته نمیتوانم. یعنی آخر آدم میخواهد که با دوست داشتهش سیر و گشت نماید. کمی بفهم ملیس. چه خیلی دوست داشته؟ بی سوادی سیاه. بی سوادی سیاه؟ من به تو نشان میدیم. هجری، توخ بیریانی با حسیب من کجا شد؟ قریب تیار شد پدرجان، حاضر میارم. پدرجان میگوید. مادرجان پدرجان گفته خودش رو در این خانه خوب جای کرد. این بچه زیرک. زنک جان، تو بسیار واهمه میکنی. چه خیلی واهمه میکنم قادر. همه چیز آشکار است. بسیار یک اویلای زیبا شدیم. همه خیلی نه مادرجان. الو؟ بابا قادر، مرا شناختی؟ تو کی هستی؟ تو مرا نشناختی ها؟ آدم مگر همکارش را اینقدر زود فراموش میکند؟ رمزی هستی؟ تو کی از محبس بر اومدی ها؟
نه برآمدم بابا قادر. با تو کارم رو حل نکرده به محبس افتیده بودم. حاضر برای حساب پرسیدن آمدم. کدام حساب؟ نصفی همه داراییت رو میخواهم. تو چیا میگویی؟ شاگردهایم رو روان میکنم، امضا بکن. چی شد قادر؟ پدر چی شد؟ چیزی نیست دخترم. شما صبحانه‌تون رو ادامه دید. بابای قادر، اکای رمز سلام گفت. به این امضا گذار. مرا غارت کردن میخواید دیوانه ها؟ بشین، همه را میکشم. در اینجا امضا گذار. امضایت را گذار قادر. پدرم رو رها کنید. اوه تموم است. تخمبریان پختم، شما میخورید. هجری؟ هجری؟ تمام سنم جان. سنم تمام، نترس. با امر خدا همشون به زمین افتیدند. این چه ماشین است آخر؟ همه این آدم ها را از پا افتاند. هجری؟ تو این رو چه کردی ها؟ بادو؟ این کاری که نمیشد، آخر آنها رو به زمین افتاندی. نمیشود و بعضا میشود. پدر جان امروز شد. شما ناراحت نشوید، بشینید، من همه را جا به جا میکنم. سلام اکای یارم. سلام کمیسر. کمیسر مراد، حاضری را میفهمیم. تو کلس هستی یا نه؟ سمی را یک دو مشت لغه زنم، اخی تو این لغزه میدیدی که. سمی تلفن تا کیسه دا بزن. چی شد با؟ یک دو مشت بزنم. تو چی ها میگویی؟ بیزن. یک دو مشت دیگر از نام من سمی شغال روزن در حق من بسیار کارهای بد کرد. بیزن. کمیسر مراد، این دیوانه شده چی شده؟ نجاتم ده میکشد مرا. زرد نی که ایفون بزنم که تو کلتکلسی. آخر دیوانه، من کلاس نیستم، مرا دیوانه نکن. چرا مرا زدی ها؟ دیوانه شده ای تو آخر. یکونجا شکسته باشه من حقوقی دخترم میتیم. بیخم بیو سوزی اخی بیو میدگره دوگ برم تا. نهایت انتقام دوست داشتت را گرفتی زهرا.
اژدهار مرد. حاضر چیکار میکنی زهرا؟ نمیدونم. در پیشت یک حیات نوی هست. باید زندگیت را مثل یک آدم مقرری ادامه دهی. گفتن میخواهید که دیگر دختری نقابدار نشوم؟ بله، دیگر به این احتیاج نیست. اژدهار مرد. با اویلت زهرا شنلی بودنت را گفتن میخواهی؟ حاضر به این آموده نیستم. اینجا چی نویسته باشد؟ نفهمیدم. ای استاد، ما اینجا چی خم هستیم؟ رفته زالده مش میکردیم اخی. از این پس دیگر نمی جنگیم شاگردان، تنها کتاب میخونیم. اما استاد خاموش باشید. کتاب بخونید. بفرمایید قهوه‌تان. بیرامد. وای من شما رو میشناسم. با مانند شما با دختر زیبا صحبت کردن میخواستم، ولی باید این کتاب رو خونده تمام کنم. معذرت میخواهم. میبینیم خانم ملیس به سواد سیاه کی بوده است. کمال چی شد با تو؟ تو بوتانیک شدی؟ کمالی بوتانیک. رم از اینجا گم شو. چی کاری خواهی کردن گیر، اما بدون که عوض نمیشوی. تو چی ها میگویی؟ گفتم را شنیدی کمال؟ کمالی بوتانیک و شاگردانی بوتانیک. آفرین آفرین. استاد همون نمیشه. شینید شاگردان، شما شینید، خوندن را ادامه دید. گوش کن. چی؟ کمیسر مراد، تو را بسیار احترام میکنم. فداکاری هایی که برای محلمان کردید بسیار هم شایسته تعریف است. احسن به شما، شما افتخار ما هستید. رو از اینجا گم شو میگویم، به سرم بلا نشو. رو اگر به سرت بلا شوم چی میشود؟ ها بلا شوم چی میشود؟ جنابی مراد، همچون کارگری تشکیلاتمون تو را نه را گم شو. خیر گم شو. خانم ملیس، برای جناب کمال چای کبود می آوردید که کمی عصبی می نموید، آخر نوشد کمی خوب شود. وای وای وای، یعنی تو بودی ها؟ دف شو رو از اینجا. ولی خانم ملیس. ولی ملی نیست، دف شو رو گفتم. رفتیم شاگردها یگان قهوه خانه میوبیم که کتاب خانه داشته باشد. شاگردهایت را گیر و گم شو از اینجا، زود باش. با شما بعداً پا میخوریم جناب کمیسر. من دیگر کار ندارم که با شما مشغول میشوم. با کتابخانه اومدید یا با کافه؟ آنها رو ببین. ممکنه انا گیر یک شاگردی دیگرت اینجا مانده است. یک گله شاگرد آورده است. آفرین آفرین. زهر بنوش. کتاب میخونن باز. ماشاءالله. Вай, вай, вай. Не остался никакой сомнения. Ты точно калтакелас. برادرم هم از کمال سیاه خوشش نمی اومد. وای برادرم، زنده بود از تو این رو میدونستم. نیکی بدبخت توی هفته بزیبت چی خیلی شروع کرده، هیچ باوریم نامده است. هم چی خیلی پولیس شدی؟ جون تا خدا بگیره. نیکی زوری برادرم. یک چی را نفهمیدم، هیچی نفهمیدم. برای چی مرا نگفتی بدبخت ها؟ او یک دهن شوکت به میگفتی که من کیله زنده هستم میمردی؟ برادرم برادر جون میانم. من میدونستم که تو کلتکلست هستی کمیسر مراد. چیکار میکنی؟ رها کن مرا. دیوانه هستی تو شوکت؟ چی خیلی کلاس را گم شو. من میدونم که مراد تو کلتکلسی. این را از برادرت پنهان کردی، یک انسانی ناکسی. میدونم چهرت را عوض کرده ای، انسانی بلحوثی. شوکت تو چی ها گفته ایستاده ای؟
تو سرت را در یگانجا زده ای؟ بدبخت حالا هم خودت رو به نادانی میزنی. شوکتم می بچه من شوکت نه برادرتم. شما نظم کاراتو نظم کجا؟ من شوکتم. تو کیلس هستی، من همه این رو میدونم. با من گوش کن شوکت، اگر یک بار دیگر با من کلاس گویی تو رو محبس میکنم. دردی سر شدی، گم شو. این پاتر می مرا گم شو میگه، خودش گم میشه میره. انیق تو کلتا کلاسی همه هم رنگی تو بود. ولی به اگر من می کلتا کلاس بودنی تو را اثبات نکنم، نام شوکت میمونم میسته. بفرمایید. مرحمت، بفرمایید. همه اومده سیکو؟ عزمی نیست همه خیلی نیست؟ کجا باشه؟ چی میدونم ندیدم او را. با فکر من هم عزمی در اینجا نیسته. یکی خسور بچه هم و زباید و کمال بطانی که میشه که؟ کمال بطانی کیست؟ این کمال سیاهه که خچه همه دانای گریفته که؟ به نمو از کجا دانا بوده میتواند؟ با من چی گفتیستم حیوان؟ همکار باید ما هم یک کار کرده همه جا بود رویم. لباس ما رو علیش کرده مید رویم، فهمیدی؟ هیچ کس نمیشناسم ما رفتیم ای طرف. اصلا من سجده شما با اینجا. مادر جان؟ ها جانم. پدرم کجا شد آخر؟ نمیدونم آخر دخترم، ولی پدرت رو میدونی که برای تو میخواد توفه گیرد. همه خیلی است میگویی. برای من چی میگرفته باشد؟ عجبو. نمیدونم. با ما میرویم. ما رو با کجا بردن؟ رفتی بعد رها کنید مرا. رها کنید گفتم. خاموشی دارو. رها کنید میکشم شما رو. بدرم دارو. رها کنید. میگویم زود باش. زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. تبریک. زادروز مبارک باشد. رحمان مادر جان. زادروز مبارک شود سلام جان. مبارک باشد سلام جان. تشکر. زادروز مبارک دخترم جانی مادر. تشکر مادر جان. سلام جان. هجری. زادروزت مبارک. این چیست؟ کشو ببین. آخر باورم نمی آید. ببینید از این بخیرشون نیفتم. این با من بسیار میزیبد. تشکر زیاد اجری. بسیار زیباست. خانم زینبگی رو در اطراف نگاه میکنم، باور کردن که تو یگان دختر خشرو نیست، تو پریزادی 100%. تشکر زیاد به تو زبید جان. خانم عالم، لبای شما از زیبایی های کاشانه حسنتان به خوبی استفاده برده اید. فکر میکنم امشب در این محفل از همه دختر زیبا شما هستید. تشکر زیاد. خواهش میکنم. زبید جان، در اینجا از همه مردی زیبا تو هستی. ای دختر راست میگوی؟ به شبه چنین است. یعنی حاضر وقتی این هستی یا نه نمیدونم، اما در اینجا زیباترین مرد امشب به فکرم شما هستید. تشکر میکنم. البته که
چشم زیبا همیشه زیبایی را می‌بیند خانم. یک لحظه کور هستی؟ یعنی به هر دو اینها نگاه کرده مقایسه کن. این رو ببین مثل چیزی بی‌زیب است. اکنون به جناب زبید نظر کن، زیباییش به همتا. یعنی خانم زینب شاید جناب مراد شکلی میخواسته شما نباشد، ولی با فکر من بسیار جوان زیبا است. تشکر میکنم. شما خانم زینب را اهمیت ندهید. چشمانش درست نمیبینند. امید دارم در آینده حتما شفا مییابد خانم. کمپوت شفتالو میخورین اولیچه؟ شوکت؟ ای دختر دم تا بگی اکا دمی جای نخبامون بود. سمیدم زور روزی من نمید خیلی خدمت میکنی. چند سال شد که ما هم دیگر نکنیم. بیا پگاه همراه و با بیکروش تماشا میرونیم. آخر نگذاشتید که یک کتاب را خونم. روز تو زیر باش نهید. تشکر. کمال چی کار کردی؟ چی کار میکنی؟ بیا خیز برادر. آخرین کاری تو از روی آداب است مگر؟ بطنیک هستیم و تو این درجه نی. او در نزد من دستی تو رو میخپد. حاضر من حقیقتی تو رو نشان میدهم. تو کی هستی؟ کمال سیاه هستی. بین کمال. ای بیاقت بس نمیکنه میکرودا. ای رحمت ملیس، چهره همون عوض شود هم جرأت همون عوض نمیشود. برد جد بشین کرنگ نکن. یگان پرابلم نیست. خرسندی را دوام میدیم. رفتیم. مادر جان. جونی مادر. آخر کجا شد پدرم؟ حالا هم نآمده است. با تلفنش هم جواب نمیدهد. نمیدونم. من خواطر شدم آخر. یا خدایا. با خیر باشد. کنه این رو امضا کن قادر. یک روی نکن. امضا گذاره. دیگر ایلوج نداری. این بارت رو از دست ما هیچ کس نجات دادن نمیتواند. کنه امضا کن. گم کنه را. برام همین را امضا نمیکنم. فهمیدی؟ این طور باشد حقی مرا بده. به شما چگونه افشور معقول است؟ بچه کمپوت بگیریم. فهمو. تشکر. میرویم عزیزم. من حاضر میآیم. افتی او را دیدی؟ خوب هستی؟ یا بسم الله. آه شوکت تو چیکار میکنی اینجا ابله؟ وای برادرم افتی خنک تا علیش کرده دیگه همه دخترها قطورک ایدمود میدونه. زینب آیا طرف عالم آیا طرف. اوه عروساده گپ ندارم کلتکیل است برادرم. تو چی میگویی ها؟ دردی سر شدی؟ هیچ چی تغییر نیافتی کلتکیل است. چی خیلی بودی همون خیلی عروس باز موندی. گوشو کلتکیل است. همون دختری که روی تو را اپیراسه کرد افت تعلیش کرد کو رقمای امور را نداری افتی کجلای مرم گیره ایواز کنه. چی ها میگویی تو دیوانه؟ چی خیلی ایواز کنه داخل؟ آه شوکت بس است آخر. اگر یک گپ دیگر بگویی تو رو محبس میکنم. کردنی باشی کردن گیر. مردک شدن در کوره مردک. چی به کلتکیل است بزن تمدنه میگی ها؟ چی میگویی تو احمق کدام کلاس؟ حاضر اگر کلتکیلس بودن تا به من نگویی به خدا این میجه داد میزنم که کلتکیلس میجه در نزد همه شرمندت میکنم. باور نمیکنی؟ باور نمیکنم. دقت ای بیعقل. تلخکر شدی که ها؟ خواطر نشو. کلتکیلس بودن رو به هیچ کس نمیگویم. برادر نمیفروشه برادرم. ای بیعقل زبید اینجاست کمال اینجاست. میخواهی تو را شناسند؟ اگر شناسند میدونی چی میشود. پشالم نمیبره زبیده کماله چی فرق داره؟ تو چی مرا تهدید کردی؟ ترسونده سه مرا. گفتم که برادر نمیفروشه. برادر عزیزم پیش که کلتکیلس بودن تا این روز پگه مده میگی انیق میگوی. حالی نگاه کن. آه شوکت. کمیسر مراد چی شد؟ من با پدرم زنگ زدن نمیتوانم. عجبا به سرش یگان بلا ناومده باشد. بسیار میترسم. با سری پدرت چی آمده میتواند؟ پدرم با تلفنش جواب نمیدهد. باز امروز بعضی آدم ها به خانه آمده بودن. با پدرم هجوم کرده بودن. چی خیلی آخر کی هجوم کرد با پدرت؟ پدرم زنگ میزند. در بلندگوی گذار. پدر خوب هستی؟
خانم سنم پروا نکنید، پدرتون بسیار خوب است. او را در اینجا مهمونداری کرده است. شما کی هستید آخر؟ با پدرم تلفن را دهید، با او گپ زدن میخواهم. پدرتون روز کمی بند است، با شما ما گپ میزنیم. آخر شما کی هستید که با من گپ میزنید؟ با پدرم دهید میگویم. خانم سنم اگر پدرتون زنده دیدن خواهید 1 میلیون مصرفی که به شما میفرستم در حال بیارید. اگر به پلیس خبر دهید پدرتون زود میمورد. خاموش کرد. 1 دقیقه. بگیر هجری. سنم پروا نکن، پدرت را صحت و سلامت نجات میدهیم. زباید رفتیم. میرویم همکار. خانم حالا من بدتر میایم. خوب مایلش. احوال پدرم نخوشد. پروا نکن. اگر دخترت پول را آورد تو را به خاطر روزهای همکار بودنمان نمیکشم. جنگاور؟ در حال باید از اینجا برویم. همین جنگاور نیست؟ جنگاور! تسلیم شو جنگاور! شغال معلوم شد که وظیفه مخفی تو کلتکیلس رو دستگیر کردن و جنگاور رو دستگیر کردن بوده است. شما خوب هستید؟ خوبم من خوبم. تمام. پلیس بیستو. پلیس ماشین تا فراموش کن. مالش. چی کاری که میکنی نمیکنی مراد، من جنگاور رو دستگیر میکنم. انا در همین جا دستگیر میکنم تو را. این بار دستگیر میکنم تو را. کی بودن از را میفهمم جنگاور. تو ما رو با نزد جنگاور میبری مراد. فکر کردی مرا فریب داده جنگاور؟
شیرین، برنامه تازه هنری و ارمغان ادانه هنرمند خلقی تاجیکستان افضل شاه شادیев. جوانی نمیره تو در دنیای من هستی ولی دنیا نمیدان. 12 دکابر ساعت 17 فیلارمونیای давлатии тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев дар меҳмонӣ Дамирбек Олимов. نمیخواهم تو را بینم. عمر شیرین. زن نازگوی شوهر است، زن خواهر است، زن مادر است، زن نازگوی شوهر است، زن زیور است، زن دلبر است، زن آبروی شوهر است، زن زیور است، زن دلبر است، زن آبروی شوهر است، زن در فضای زندگی جان است و دوران است و بس، زن در فضای زندگی جان است و دوران است و بس، زن زبیها یک خاندان وقتی نکوی شوهر است، زن زبیها یک خاندان وقتی نکوی شوهر است. چشمه انسان زن است، عالم درخشان از زن است، زن مادری پیغمبر است، حمل سمور اسکندر است، زن مادری پیغمبر است، حمل سمور اسکندر است، شوی سعید دنیا زن است، آینده ای فردا زن است، طفلی که زن می پرورد سینا و یا پیغمبر است، زن خواهر است، زن مادر است، زن آبروی شوهر است، زن زیور است، زن دلبر است، زن آبروی شوهر است. شهید باشی دستار کتی بشد چین باشی زن داشته باشی، شهید باشی دستار کتی بشد چین باشی زن داشته باشی، هر کی زن داره برداد خدا درد بیماره شب برو شفا، هر کی زن داره برداد خدا درد بیماره شب برو شفا، در میان خاندان و دوستی ها مال جانی خود کنه قربانی زن، شینا باشی دستار کتی خشکی باشی زن داشته باشی، شینا باشی دستار کتی خشکی باشی زن داشته باشی. سوزشی داغ محبت در بدن گر بگیره ما کنارش بر وطن، پادشاه بهش در فرمانی زن، شینا باشی دستار خطی خشکی باشی زن داشته باشی، شینا باشی دستار خطی خشکی باشی و زن داشته باشی. زنک جان لطیفه را گوش کن. زن به مردکش میگوید که بزادروزت چی توفه کنم. مردک تو همان لطیفه خوندن خیزید روید صابون و آینه بیارید من قالین ها رو شویم. صابون و آینه بیارم قالین میشویی؟ بله. آخر زنک بیا ما همین قالین شویت را مراتبه گذشته هم همین قالین های را نشوشته بودیم، باز همین قالین میشویی گرده چپی درمند درد میکند، یک ماه گریپ کسل باز یک ماه دیگر گرده درمند را تبابت کردیم،
мардак, пеш аз туи фарзандамон ин қолинҳоро нашӯем намешавад. бо ин қолинҳои чиркин дар пеши мардум шарманда мешавем. қолинҳоро ҳатман шустан лозим занакҷон. албатта. ҳоло ман ба ширкати қолиншӯии намат занг мезанам ба рақами 3 то 5 50 60 70. боз борон меборад, як ҳафтаи дигар мемонад мардак. ин ширкат новобаста аз обу ҳаво қолинҳоро тоза хушбӯй шуста боз ба хона меоранд бо нархи арзону дастрас. мардакҷон, набошад тезтар занг занед биёям. алло, салом алейкум. ин ширкати қолиншӯии намад аст? алло, мардакҷон, ин таърифҳои кардаатон рост будааст. қолинҳо тоза, хушбӯй. албатта, боз ба ин нигоҳ накарда ку бурда оварданаш ройгон будааст. албатта, боз худатон биёед мебинед.